ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 17 اپریل خبر داد که مؤلف ویدیویی که روز 16 اپریل در اینترنت با شکایت از شکنجه و تعقیب مقامات حفظ حقوق تهدید به آتش زدن خودش و زن و فرزندانش کرده بود، منصور شونظرف سال تولدش 1976 ساکن دیهه شاداب نویه ورزا بوده بیماری روحی است. به گفته مقامات ملیسا، شونظرف در قید بیمارخانه جمهوریوی بیماری‌های روانی معروف به بیمارستان کوکتاش قرار داشته پیوسته در این بیمارخانه طبابت می گرفته است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه از قول نزدیکان شونظرف از جمله زن و فرزندانش افزود که حالت ثبت نوار و پخش آن در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک ضمن خروج نوبتی و انگیزه‌های بیماری روانی در شهروند شونظرف منصور به وقوع آمده است. شونظرف را در پی نشر ویدیوهای اخیرش که در اینترنت سر و صدای زیاد بپا کرد، دیگر باره در بیمارخانه کوکتاش واقع در نویه رودکی بستری کردند. این ویدیو موج واکنش‌های منفی را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خود همان روز 16 اپریل گفت مؤلف ویدیو را معین و به مقامات دسترس کردند و به حیات او و زن و فرزندانش دیگر خطری تهدید نمی کند.